اکنون که 9مین سال دوره جدید پیشاهنگی آغاز می شود، برای من موجب کمال مسرت است که شادباش‌های خود را به خواهران عزیز پیشاهنگ در سراسر کشور ابلاغ نمایم. بقای هر جامعه که اساس قومیت آن بر دوش مادران دانا استوار است، به تربیت صحیح کودکان نیازمند است تا هم مصلحت جامعه رعایت شود و هم وظیفه مسئولین هدایت اجتماع در برابر نسل‌های آینده ادا گردد. از این جهت خوشبختم که پیشاهنگی دختران در کشور ما چنین وظیفه‌ای را به عهده گرفته و در اثر کوشش مسئولین و همکاری طبقات مردم به پیشرفت‌های شایان تحسین نایل آمده است. توفیق عموم خواهران عزیز پیشاهنگ را تحت توجهات عالیه شاهنشاه از خداوند بزرگ مسئلت دارم.